سلام. سلام. سلام، خوب هستین؟ مرسی. من خوبم، شما چطورین؟ مرسی، ممنون. بنده سفرپور هستم از گروه اپلای اسیستنت، در خدمتتون هستیم و خیلی یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی بچه‌ها تقاضا میکردن که یکی بیاریم که رشتهش حقوق باشه که بتونن از اطلاعات شما استفاده کنن و خیلی هم سوال کردن. واقعا بچه‌های حقوق خیلی میخواستن، دنبال یه رفرنسی بودن که بتونن اطلاعات موثقی رو بگیرن و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بتونیم از تجربیات شما استفاده بکنیم. حالا بچه‌ها کم کم عضو میشن، ما این ویدیو رو سیو میکنیم، به خودتون هم میتونیم، یعنی براتون میتونیم بفرستیم و توی یوتیوب هم میذاریم و بچه‌ها میتونن حالا بعداً استفاده بکنن. خب من برای اینکه فکر کنم ممکنه بچه‌ها خیلی سوال داشته باشن و لایو یه مقدار طولانی بشه، سریع بریم اصل مطلب. اینکه شما ایران رشته‌تون چی بود و چه مقطع‌هایی رو ایران خوندین و بعد کی به فکر اپلای افتادین و یه کلیتی در این رابطه بگین. البته قبلش هم خودتون رو معرفی کنین برای بچه‌ها. ما معرفی نوشتیم، بچه‌ها میشناسن شما رو، ولی خب بازم خالی از لطف نیست. ما در خدمتتون هستیم. مرسی. من الهامم 33 سالمه. حدود 3 سال پیش بود که اومدیم آمریکا، یعنی دقیقاً 2 هفته دیگه میشه 3 ساله که ما آمریکاییم. من با همسرم اومدم ایران. من لیسانس حقوق گرفته بودم از دانشگاه بوعلی سینا، رتبه کنکورم 344 بود. بعد لیسانس هم دیگه رفتم دانشگاه شیراز، ارشدم رو گرفتم، ارشد جزا و جرم شناسی، رتبه کنکورم 66 بود. بعدش هم که آزمون وکالت دادم، بعدش یه چند سالی کار کردم دیگه. همسرم که برای دانشگاه اپلای کرد و پذیرش گرفت، دیگه با هم سفارت رفتیم و ویزا گرفتیم و اومدیم اینجا. وقتی من اومدم آمریکا اپلای کردم واسه رشته حقوق، چون قبلش وقتی که ایران بودم، حالا نمیدونم اون موقع من خیلی فعال نبودم تو گروه های اینستاگرام و یوتیوب و اینا، متاسفانه نتونستم اطلاعاتی به دست بیارم. یعنی اون اطلاعاتی که میخواستم راجع به حقوق نبود. خب راجع به تافل بود، راجع به آیلتس بود، ولی اینکه اصلا مقاطع حقوق چیه، چجوری من میتونم اپلای کنم، چه جزئیاتی داره. اولین سوالم هم این بود که اصلا مدرک تحصیلی منو قبول میکنن نمیکنن، حقوق ما با اینجا خیلی فرق داره. اگه قبول میکنن من باید از چه مقطعی بخونم، از لیسانس، از فوق لیسانس، نمیدونم آزمون وکالت چجوریه. یعنی اینا همه اون سوالایی بود که الان تو ذهن بچه‌ها هست، اون موقع تو ذهن من بود، ولی جوابی هم نتونستم براش پیدا کنم. یعنی سایت‌های ایرانی رو نگاه می‌کردم، خب هیچی نبود. حتی سایت‌های انگلیسی خود آمریکا رو من نگاه می‌کردم، خیلی اطلاعات کم و کلی بود. مثلا گفته بود مقطع جیلی هست، مقطع LLM هست. خیلی برای کسی که آمریکایی نبود به دردش نمیخورد دیگه. یعنی یکم مونده من فقط برم زبان چینی یاد بگیرم، چینی سرچ کنم ببینم یه اطلاعاتی میتونم به دست بیارم یا نه. واقعا خیلی سخت، یعنی سختی کار برای رشته حقوق نبودن اطلاعات توش بود که اصلا باعث شد من به فکر دیگه اپلای نبودم. یعنی دیگه چی میگن، ولش کردم. گفتم خب اطلاعاتی نیست، آخه من از کی در مورد فاند میخواستم بپرسم، در مورد چه میدونم آزمون وکالت، اصلا شغلا چه جوریه، کجا من میتونم اپلای کنم. مهندسی‌ها و مثلا بچهای فنی و علوم‌های خب بالاخره تعداد بیشتری از بچه‌ها اپلای کرده بودن، گروه‌های تلگرامی داشتن، خیلی با هم در ارتباط بودن. یه امتحان، یه آزمون جیاری میدادن، یه دونه آزمون تافل مثلا، بعد مکاتبه میکردن. روندش کاملا مشخص بود. ولی برای رشته حقوق این روند کلا، یعنی از پایه با بقیه رشته هم فرق داشت. خب سختی کار اینجا بود دیگه. من اومدم اینجا حدود 1 سال من وقتم رو گذاشتم تازه سرچ کردم. یعنی دانشگاه ها رو من میرفتم حضوری میپرسیدم، کسی دانشجو اینترنشنال نتونستم پیدا کنم، ایرانی نتونستم پیدا کنم. یه سری سوالا ما جای آمریکایی ها رو من پیدا کردم. یه تیکه فکر کنم اینترنتتون قطع شد، الان اوکی. الان اوکی. آره، خلاصه میرفتم دانشگاه، از دانشگاه‌های حقوق سوال میپرسیدم. خب خیلی هاشون جواب سوالای منو نمیدونستن، خیلی هاشون براشون مهم نبود. مثلا من دانشجوی آمریکایی رو پیدا کردم،
20 تا 30 تا 40 تا من دانشجوی آمریکایی صحبت می‌کردم، میگفتم چجوری میشه فاند گرفت؟ میگفت ما نمیدونیم. یعنی خیلی براشون مهم نبود که فاند بگیرم. خلاصه یعنی منظورم اینه که میدونم اگه بچه‌ها خیلی سوال میپرسن، واقعا من خودم میدونم، من خودم هم همین مسیر رو رفتم، میدونم چجوریه. بله دیگه بچه‌ها خیلی سوال میپرسن و خیلی هم واقعا خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب شما پس یعنی به این صورت بود که ایران 2 تا مقطع رو خوندین، لیسانس و ارشد رو خوندین، حالا ارشد رو فرمودین، حالا گرایشتون هم گفتین چی بود؟ جرم و جزا بود؟ آره جزا و جرم شناسی. جزا و جرم شناسی بود و بعد رفتین، حالا به خاطر اینکه اطلاعاتی نداشتین که بتونین از اینجا اپلای کنین، اومد یعنی همراه همسرتون رفتین آمریکا به عنوان همراه و اونجا اطلاعاتتون رو تکمیل کردین و اونجا دیگه تونستین اپلای بکنین و پذیرش بگیرین و حالا این کارا رو بکنین. پس نکته‌ای اگر توی قسمت لیسانس یا ارشد هست این که بچه‌ها اگه مدارکی باید آماده کنن اینا رو مثلا توضیحات بدین، مثلا ریز نمرات، خب این چیزهای عادیه که همه رشته‌ها میخواد، ریز نمرات یا دانشنامه ها. چیز دیگه ای اگر میخواد یا اینکه حتما باید پروانه وکالت داشته باشن بچه‌ای که برای حقوق میخوان اپلای کنن چون پرسیده بودن، این یعنی منظورم که ریکوایرمنت هایی که رشته حقوق میخواد که آماده کنن و بعد خودشون آماده کنن برای اپلای، اینو اگه توضیح بدین ممنون میشه. اینی که بچه‌ها میپرسن اولین سوالشون اینه که آیا اصلا لیسانس حقوق ایران رو آمریکا قبول میکنه یا نه. این خیلی سوال مهمه. ببینید خب خودتون هم میدونین دیگه آمریکا سیستمش اینجوریه که مدارک تحصیلی ایران رو تشخیص نمیده، که مثلا براشون فرقی نمیکنه که کدوم از دانشگاه آزاده، کدوم سراسری، کدوم روزانه است، کدوم علمی کاربردی، کدوم حضوریه. این تفکیک رو توی سیستم آموزشیشون ندارن. بنابراین شما هر جای دنیا که درس خونده باشید و از هر دانشگاهی توی ایران باشه، هر کشوری توی دنیا باشه، آمریکا اون مدرک شما رو قبول میکنه. یعنی اگر شما ریزه نمرات دارین و ریزه نمراتتون رو دانشگاه میتونه برای مؤسسات آمریکا یا دانشگاه آمریکا بفرسته، اون رو قبوله، اعتبار داره و هیچ مشکلی نداره. حالا شما هر رشته‌ای که خونده باشید مهم نیست. مثلا اولین سوال که مدرک لیسانس ما رو به عنوان لیسانس قبول میکنن. ولی یه تفاوتی داره سیستم آموزشی حقوقی اینجا با ما، اینه که ما وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل میشدیم تو ایران، کنکور میدادیم، انتخاب رشته میکردیم، میرفتیم مثلا حقوق میخوندیم، لیسانس میگرفتیم، بعد فوق لیسانس، بعد دکترا، مثل تمام رشته‌های دیگه‌ای که هست. توی آمریکا لیسانس حقوق ندارن. یه مقداری یه ذره سیستم پزشکی، رشته پزشکی و رشته حقوقش با بقیه رشته‌ها فرق داره. اینجا وقتی کسی از دبیرستان فارغ التحصیل میشه باید وارد دانشگاه بشه و یه رشته دیگه‌ای بخونه. یعنی ریاضی بخونه، مهندسی بخونه، هنر بخونه، ورزش بخونه، هر رشته‌ای که دوست داره میره میخونه و 4 سال یه لیسانسی رو توی اون رشته میگیره. به خاطر اینکه اینا فلسفه‌شون این کسی که 18 سالشه و با محیط آکادمیک آشنا نیست باید حتما وارد این محیط بشه، یه ذره از اقتصاد بدونه، از تاریخ بدونه، از فلان بدونه، بعد بیاد وارد دانشکده حقوق بشه. حالا این 4 سالی که اینا لیسانسشون رو میگیرن، بعد اگه بخوان وارد دانشکده حقوق بشن یه آزمونی داره به نام LSAT، Law School Admission Test، یعنی تست ورودی به دانشکده حقوق. اون تست رو هم میدی که اون تست رو ما هم باید بدیم و بعدش تازه بعد از 4 سال که لیسانس رو گرفتی وارد دانشکده حقوق میشی که دورهش 3 ساله هست به نام JD. JD مخفف جوریس داکتره، یعنی دکترای قضایی، ولی PhD نیست. چون 4 سال لیسانس خوندی، 3 سال هم میری حقوق میخونی، این 7 سال مجموعاً بهش میگن یه حالت جوریس داکتر، یعنی یه دکترایی تو داری میگیری. بعد از اینکه حالا اون مقطع JD رو که گذروندی، بعدش میتونی بری LLM بخونی. LLM رو میتونم بگم معادل همون فوق لیسانس ایران و بعد هم یه PhD حقوق دارن که میشه SJD، که اون SJD معادل PhD حقوق ایران هست. بعد که حالا این لیسانسی که من گفتم بچه‌ها از اینجا از دبیرستان که فارغ التحصیل میشن باید وارد دانشگاهشن، 4 سال لیسانسشون رو بگیرن. ما دیگه به اون لیسانس نیازی نداریم چون لیسانسمون رو گرفتیم توی ایران و لیسانسمون هم حقوق هست. فقط میمونه یه آزمون تافل یا یه آزمون آیلتس
بستگی به دانشگاه داره. بعضی از دانشگاه‌ها اصلا تافل آیلتس هم از شما نمیخواد توی دانشگاه، یا امتحان آیلتس رو میدی یا تافل و بعدش هم اون آزمون امسات رو میدی و بعدش هم اپلای میکنی، که من همین کاری کردم. من اومدم اینجا، اول امتحان تافل رو دادم اینجا، یه بارم امتحانم رو دادم، بعدش چند ماهی خیلی کوتاه نشستم واسه امسات خوندم و بعدش هم که نشستم اپلای کردم برای دانشگاه. برای حدود فکر کنم 7 تا 8 دانشگاه من اپلای کردم. خب حالا من همینجا میدونم خیلی اطلاعاتتون زیاده، من سعی میکنم دسته‌بندی به بچه‌ها برسونیم این قضیه رو. پس تا اینجا گفتین که برای اینکه بچه‌ها وارد اصلا دانشکده حقوق بشن، همونجوری مثل پزشکی ها که باید یه لیسانس علوم پایه بگیرن، بعد یا امکت بدن یا چیز دیگه رو بدن و بعد وارد دانشکده پزشکی بشن، شما هم به این صورته که بعد یه چیز دیگه داشته باشن، ولی بچه‌هایی که ایران لیسانس خوندن میتونن وارد دانشکده حقوق بشن. بله چه بهتر. یعنی کسی که لیسانس حقوق خونده ایران، خب دیگه یه بک‌گراندی از حقوق هم داره دیگه. یعنی درسته که حقوق اینجا یه ذره که نه خیلی فرق میکنه، ولی بالاخره یه سری چیزا، یه سری درس‌ها هست که کلیاتشون مثل همه. مثلا کسی که حقوق قرارداد همه جای دنیا یه ایجاب میخواد یه قبول میخواد، حالا چه آمریکا باشه چه ایران باشه. یا مثلا مثل درس‌ها هست که دیگه یه سری کلیت‌ها داره، اونا رو اینجا هم میخونی. یعنی کسی که لیسانس حقوق داره خب به نفعش هم هست دیگه. درست. بعد بچه‌هایی که یعنی پس ارشد خوندن توی ایران، یعنی کسایی که ارشد خوندن، من یه سوال دارم که چون یه در از بچه‌ها لیسانس خوندن که بعد بیان السات رو بدن و بیان تازه وارد دانشکده حقوق بشن و شروع کنن به درس خوندن، درسته؟ که اون اینجوری هم که طبیعتا فاند خیلی کم هست، چون که به هر حال کار آنچنانی انجام نمیتونن بدن. حالا من نمیدونم، من حدس میزنم. و توی مقاطع بالاتر که حالا ریسرچ چنین چیزی مطرح میشه ممکنه فاند باشه. این چجوریه کسی که ارشد و ایران خونده میتونه برای چه مقطعی بیاد؟ میتونه مستقیم بیاد LLM بشینه یا بره PhD؟ چجوریه؟ من اونم توضیح میدم، ولی قبلش یه ذره در مورد فاند توضیح میدم که این خیلی دغدغه بزرگ خود منم بود. شهریه‌های دانشکده حقوق معمولاً در خوشبینانه ترین حالت 2 برابر شهریه‌های رشته‌های دیگه است. یعنی حدود سالی $40,000 تا $60,000 فقط شهریه‌ای که شما به دانشگاه باید پرداخت کنید و به جز حالا هزینه‌های زندگی خودتون. خب این یکی از دلایلی که من تو ایران مثلا نتونستم اپلای کنم این بود که مثلا نمیدونستم اگر برای رشته حقوق اپلای کنم به من فاند میدن یا نه. چون سالی حالا بذارید $40,000 3 سال هم من بخوام بخونم $120,000 به اضافه هزینه زندگی، پول واقعا زیادی برای یک ایرانی. بعدش که اومدم سرچ کردم، ببینید سیستم آموزشی آمریکا یه پول بسیار زیادی رو هر ساله اختصاص میدن برای آموزش و برای ریسرچ و برای همه چیز. یعنی حالا این فرق نمی‌کنه دانشکده حقوق، ورزش میخواید بخونید، مهندسی هستید، یعنی اینا وظیفه دارن، یه مقدار بودجه‌ای دارن که برای آموزش اختصاص میدن و بسیار بودجه‌ای بسیار زیادی هم دارن. یعنی بودجه‌ای که توی دانشگاه‌های آمریکاست $1,000 و $2,000 نیست دیگه، بحث میلیون‌ها دلاره که هر سال اختصاص داده میشه. به خاطر اینکه پایه و اساس این کشور بر اساس ریسرچ و چه میدونم قشر تحصیل کرده دارن این کشور میچرخونن. دانشکده‌های حقوق هم همینطوره، یعنی فاند میدن. تازه شما ولی نیازی نیست حتی در قبال اون فاندی که میگیری کاری انجام بدید. من این ترم خودم ترم دومم کلا فول فاند شدم. یعنی دانشگاه کل شهریه و هزینه‌های دانشگاه منو ویو کرد و چیزی نیازی نیست پرداخت کنم. چرا دانشکده‌های حقوق هم فاند میدن، ولی فاندشون بر اساس بیشترش بر اساس اون نمره السته. یعنی نمره تافل مهمه، نمره السته هم مهمه، اون SOP که می‌نویسین اونا مهمه، همه چیز مهمه، ولی بیشتر تاکیدشون روی نمره السته. من خودم این دانشگاهی که هستم، دانشگاه ASL ویرجینیا، میگه که مثلا شما اگر نمره 147 شده 148 شده باشه
اینقدر فاند میگیرید اگر 149 شده باشه، اینقدر فاند میگیرید اگر 150 شده باشه، اینقدر فاند یعنی یک نمره الساعت روی میزان فاند شما تاثیر داره. یه سری دانشگاه هم هستن کلا میگن که مثلا شما اگر ارساط 150 داشته باشید مثلا ما 15 یا 20 هزار دلار به شما فاند میدیم. ولی یه سری دانشگاه هستن نه، امکان فول فاند برای شما وجود داره، یعنی کل شهریه‌تون رو ویو میکنن. شما فقط مسئول هزینه‌های شهر، یعنی بچه‌ای که حالا تنها میان مسئول هزینه‌های خورد و خوراک و اسکان و این چیزاشونن، درسته؟ حتی یه سری از دانشگاه‌ها هست مثل این دانشگاه خود من میگم اطلاعاتی نداشتم، واقعا خیلی سخت بود. حتی این دانشگاه خود من روزی که من رفتم سر کلاس نشستم خب بالاخره کنجکاو بودم ببینم که چقدر فاند گرفته چجوریه. از هم کلاسیام که پرسیدم نه تنها شهریه پرداخت نمی‌کردن بلکه دانشگاه داره ماهی 1000 دلار به عنوان استایپند بهشون پرداخت می‌کنه. خب من اینو نمی‌دونم و توی سایت‌ها هم اینو نمی‌ذارن. یعنی استایپند رشته حقوق رو توی وبسایت‌ها نمی‌ذارن. این مرحله دیگه بعد با دانشگاه مکاتبه کنید. من اینو نمیدونستم چون توی وبسایت نزده بود، من فکر کردم استایپند پس پرداخت نمیشه و مکاتبه‌ای هم نکردم. ولی ترم اول حدود 4500 دلار شهریه دادم. ولی شاگرد اول کلاس شدم، شهریه ترم دومم دیگه ازم نگرفتن و فول فاند شدم. بسیار همالی. بعد این مواد آزمون السات چیه؟ باز دوباره که بچه‌ها سوال کرده بودن. آره منابع آزمون السات هم ببینید من منابع رو میرفتم که از بچه‌ها میپرسیدم چی خوندین از آمریکایا. اینا اینجوری که میرن یه سری مؤسسات هست بهشون السات رو درس میدن، یعنی 2000-3000 دلار حالا پول اون کلاس هست و حالا استاد به اون درس میده. کتاب خاصی رو فکر نمی‌کنم تدریس کنم بهشون. خود من خب نمیخواستم برم کلاس، نمیخواستم حالا یه هزینه‌ای هم کنم و برم کلاس. من خودم اومدم تست آزمون‌های سال‌های قبل رو مثلا حدود مال 5-6 سال قبل رو که حدود 10-15 تا تست میشد اونا رو اومدم تمرین کردم که حدود 2-3 ماه من براش وقت گذاشتم. اونو بر من جواب داد. ولی حالا بچه‌ها آره میتونن متدای دیگه‌ای داشته باشن، من خودم این کار کردم. و اون مواردی رو که توی امتحان سوال میکنن حدوداً چه؟ فقط در تو با رشته است، یعنی مثل جیاری آبجکت میشه دیگه؟ 4 تا قسمت داره امتحانش. یه قسمتش که من فکر می‌کنم برای ما ایرانی‌ها خیلی راحت‌تر باشه بهش میگن گیم. یه قسمت بازیه، یعنی یه حالت نه ریاضی‌وار، یه حالت تست هوش داره. اون خیلی تریکیه. آره اونو ما خیلی راحت مثلا از 25 تا سوال شاید 20 تاشو میتونیم بزنیم. خیلی تریکشو یاد میگیرید و تستا رو میزنید. یه قسمتش که خیلی ممکنه سخت‌تر باشه که برای خود منم سخت‌تر بود، یه سری متنا رو به شما میدن، یه پیج کامل یه متنی نوشته شده و از اون پیج 5 تا 6 تا سوال در میارن و اون دیگه بعد کل پیج رو میخوندی و بعد سوالا رو جواب میدادی. یه ذره اون مثلا خب سرعت ریدینگ ما به اون مثل سرعت خود آمریکایی‌ها نبود، اونجا مثلا یه ذره بر من سخت بود. ولی سوالا در مورد رشته حقوق نیست، در مورد تاریخ، در مورد مثل ریدینگ مثلا تافل میتونم بگم که در مورد جغرافیا است، در مورد فلسفه است. ولی حتما یک از اون 4 متنی رو که بهتون میدن یه متن حقوقی هم توشه. ولی شما نیازی نیست که مثلا دانش خاصی در مورد علم روانشناسی داشته باشید، تاریخ داشته باشید، نه دیگه همین لغت‌ها رو بلد باشید، متن رو بخونید و سوال بدید. ولی اون قسمت حقوقیش لغت‌های خیلی خوبی داره که بعدش که میرید مثلا دانشگاه اونا خیلی به درد می‌خوره. بسیار عالی. بعد الان شما توی چه مقطعی مشغول به تحصیل هستین؟ من خودم جیدی میخونم. جیدی آره. حالا چرا اصلا جیدی خوندم و بعدش هم یه خورده در مورد مستر و پی اچ دی حالا توضیح میدم چون بچه‌ها بیشتر سوالاشون روی اونه. ببینید شما اگر با لیسانس حقوق بیاید از ایران و مستر رو بگیرید اینجا LLM، فقط 5 تا از ایالت‌های آمریکا رو میتونید آزمون وکالت بدید. چون مدرک لیسانس شما اعتبار داره، میگن خب این بلد یه چیزایی از حقوق و 1 سال میری LLM میخونی
بعدش هم میگم خب اگر میتونی بری آزمون سر کلاسای آزمون سر امتحان آزمون وکالت بشین و آزمون رو اگر میتونید پس کنید، یعنی اجازه این رو دارید که سر آزمون بشین. ولی خب یه مقدار کار رو این سخت میکنه. اولا که شما فقط 5 تا از ایالت‌های آمریکا رو میتونید آزمون وکالت بدید، نه تمام ایالت‌ها رو. حالا میتونم بگم به صورت کلی آمریکا 52 تا ایالت داره، البته 50 تا به اضافه 2 تاش. و این که شما توی دوره LLM خیلی از درس‌ها رو نمیخونید، نهایتش میاد 30 واحد پاس میکنید و خیلی از قانون اساسی نمیخونید. مثلا کسی میاد که LLM حقوق بین‌الملل رو میخونه، خب بیشتر درساش طبیعتاً در مورد حقوق بین‌الملله، در مورد قانون اساسی آمریکا نیست، در مورد قرارداد نیست، در مورد ارث نیست، در مورد وصیت نیست، در مورد ازدواج، طلاق، یعنی چیزای کلی که نمیدونم در مورد حقوق مهاجرت دیگه اینا رو نمیخونید و یه مقدار این کارو سخت میکنه. شما چیزایی رو که نخوندی بری سر آزمون وکالت بشینی، تازه اگرم مثلا شانس بیاری آزمون رو پسش کنی فقط 5 تا از ایالت‌ها رو میتونی آزمون وکالت بدی. به خاطر همین من نخواستم برم LLM بخونم. ولی با JD که 3 ساله است، شما باید 94 واحد پاس کنین، توی 3 سال هست و تمام ایالت‌های آمریکا رو هم میتونید آزمون وکالت رو شرکت کنید. یعنی این مثلا 5 سال دیگه شما نظرتون عوض شد بخواید برید یه ایالت دیگه، میتونید این کارو یا یه جاب بهتری گیرتون اومد. بعد این 5 تا ایالت رو حدوداً میدونید کدوم ایالت هست یا نه؟ داکوتاست یا نه نیویورک؟ نه اتفاقا نیست. یکیش نیویورکه، یعنی ایالت‌های تقریبا خوبی هست، نه اینکه یکی کالیفرنیا فکر کنم، یکیش نیو همشایر باشه و 2 تا ایالت دیگه که راستش یعنی نوشتم توی یکی از این کامنت می‌نویسم، اگه بچه‌ها خواستن من توی یکی از کامنت‌ها اسم این 5 تا ایالت رو می‌نویسم، چون من خودم خیلی در موردش سرچ نکردم چون می‌خواستم JD 3 ساله رو بخونم. بعد یه سوال دیگه این که شما خب یعنی اون لیسانسو که دیگه نیاز نداشتین و همون لیسانس ایرانتون رو ارائه دادین، این دیگه نیاز داشت که بره WES یا سازمانی که ارزیابی بشه مدرکتون یا نه همون لیسانس رو ارائه میدین با ریزنمرات کافیه؟ اینم بازم فرق داشت. برای بچهای دیگه WES بود، برای ارزیابی رشته حقوق السک هست، یه مؤسسه به نام السک. شما تمام ریزنمراتتون رو از ایران مستقیما باید بفرستن اینجا. WES رو اینجا هم که بودی خودت میتونستی براشون پست کنی و ایوالویشن رو براتون انجام بدن، ولی السک قبول نمیکنه، حتما باید از ایران فرستاده بشه، حتما دانشگاه باید بفرسته. بعد نمره تافل هم که یک بار فقط مؤسسه تافل ریپورت میکنه به السک، یعنی نیازی نیست شما مدارک ریزنمراتتون رو و نمره تافل رو هر بار به دانشگاهی که میخواید اپلای کنید بدید، نیازی نیست این کارو کنید. خود و اصلا اپلای کردن برای رشته حقوق از طریق همون مؤسسه السک، شما فقط اپلیکیشن رو پر میکنید و قیمتی هم که داره برای تمام دانشگاه ثابته. هر بار اپلیکیشن یه دانشگاهی رو پر میکنه $45 و به محض اینکه شما سابمیت میکنید اپلیکیشنتون رو، بلافاصله السک، خود اون مؤسسه السک میاد به دانشگاه ریزنمرات و نمره تافل و تمام اون اطلاعاتی که دارین رو سریع ریپورت میکنه، مثلا ظرف 1-2 ساعت، و دانشگاه هم حالا اطلاع میده که اونا رو تحویل گرفته. درست. پس نیاز هست حتما به ارزیابی، چون مثلا توی رشته‌های ما مثلا مهندسی یا اینجوری نیست که بعضی از دانشگاه‌ها اصلا ارزیابی هم نیاز ندارن قبول دارن، ولی توی رشته شما حتما نیاز هست به ارزیابی. آره 100%. یعنی چون اگر شما میخواید از طریق السک اپلای کنید، تا وقتی که اون پکیجتون آماده نباشه اونو ریپورتش نمیکنه به دانشگاه. درست. یعنی من توی این مؤسسه السک گفته بودم که لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، در حالی که با فوق لیسانس هم اصلا نیازی نداشتم بهش، فقط یه لیسانس می‌خواستم. در روز اول نمیدونستم، اشتباه کرده بودم، نوشته بودم فوق لیسانس هم دارم. اپلای که میکردم اینا رو نمیفرستادم دانشگاه، میگفتن ما هنوز مدرک فوق لیسانستو نگرفتیم. یعنی تا پکیجت کامل نباشه اینو ریپورت نمیکنه. خب بعد اینکه شما مدارکتون رو کامل کردین، امتحانتون رو دادین، السات هم که گفتین سالهای قبل رو نگاه کردین و خودتون رو آماده کردین و امتحان رو دادین، و بعدم
دیگه همین مؤسسه السک احتمالاً شما برای هم دانشگاهی که اپلای کردین مدارکتون رو فرستاد و نتیجه پذیرش اومد، درسته؟ یعنی آره. بعد از یه مدت اینم آره من چون همسرم اینجا بود، یعنی ایالت نورث کارولاینا بود، نمیخواستم خیلی فاصله دوری اپلای کنم. فقط یه 7-8 تا دانشگاهی که خیلی فاصلهشون مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بود رو اپلای کردم. از اون 7-8 تا دانشگاه میتونم بگم از همشون ادمیشن گرفتم، از همشون هم فاند گرفتم، ولی دانشگاهی که تو ویرجینیا بود بیشترین فاند رو به من داد، که یعنی الان دیگه کل مثلا شهریه منو میاد. یکی از دانشگاه‌ها مثلا به من گفت سالی 17000 تا، یکی دیگه‌شون گفت سالی 25000 تا، که من میدیدم بازم اون کم بود، شهریه‌هاشون بالا بود، مثلا 40000 تا بود، 50000 تا بود. بعد برای خب ادمیشنتون اومد و خب دیگه شما چون داخل بودین فقط تغییر استاتیوس دادین از F2 به F1. آره من ادمیشنمو گرفتم اون موقع، محمد ویزای F1 داشت، من F2 بودم به عنوان همراه. بعد از طریق USCIS تغییر استاتوس دادم به F1 که من نه وقتی خود آمریکایی میتونی این کارو کنی، ولی حدود فکر میکنم 10-11 ماه پروسش طول، یعنی من 1 سال بود که ادمیشن داشتم، نمیتونستم برم دانشگاه، خونه نشسته بودم، تغییر استاتوسم انجام بشه. در حالی که خب کسی که از ایران اپلای میکنه دیگه این مرحله رو نداره، یعنی 1 سال جلوتر میفته. البته الان با این وضعیت سفارت یه مقداری چیزه، یعنی یه مقداری طول میکشه ویزاها، یا حالا به خاطر کرونا. و خب بعد این چیزی هم که گفتین ادمیشن رو داشتیم، پس یعنی مجبور شدین دیفر کنین، درسته یا نه رسیدین به همون ترم؟ من دیفر کردم. آره من دیفر کردم، ولی نه برای لا اسکول. من چون وقتی اومدم آمریکا میدونستم که این پروسه تغییر استاتوس 1 سال طول میکشه. نمیخواستم یه تریک زدم، نمیخواستم تازه بعد از 1 سال و نیم مثلا یا 2 سال که اپلای میکنم ادمیشن میگیرم تازه بخوام پروسه تغییر استاتوس رو شروعش کنم. اومدم چیکار کردم؟ اومدم اول اپلای کردم واسه یه رشته دیگه. سریع ادمیشن گرفتم. آره آیتونیمو گرفتم، ادمیشن فول فاندم بود، یعنی نمیخواست شهریه بدم نه هیچی، خیلی خوب بود. بعد اومدم یه ترم اونجا خوندم، به محض اینکه تغییر استاتوس انجام شد دیگه رفتم دانشگاه حقوق. ترانسفر کردیم. بسیار عالی. حالا این چیزا فکر کنم بچه‌ها مورد سوال نباشه براشون، ولی ممکنه یکی چنین چیزی داشته باشه. و اینم بگم که یعنی خیلی ساده است اینکه شما یه رشته رو عوض کنین، دانشگاهتون رو عوض کنین، یه چیزی به راحتی میتونین مثلا فقط از دانشگاه مقصدتون بخواین که یه چیزی هست به نام سرویس، اونو آپدیت کنه روی آیتونی جدید دانشگاه جدیدتون و بعد انتقالی بگیرین و برین. یعنی انتقالی گرفتن اینجا خیلی راحت و نیاز داره که شما پذیرش داشته باشید. خب و حالا بریم جلو، تجربتون رو توی دانشکده حقوق ببینیم چه جور بود و اینا، و بعد برمیگردیم به سوالای بچه‌ها که ببینیم مثلا حالا ممکنه خیلی سوال ممکنه داشته باشن. شما چند از سوالاشون رو نوشته بودم، چند بار از من پرسیدم، من حالا اگه وقت شد حتما به چون چند تاش یه نکات کلیدی داره، من فکر کنم به درد بچه‌ها. خلاصه دانشکده حقوقم که من ترم پیش ترم اولم بود، حالا هفته دیگه هم که بعد برم برای ترم دوم. خب این دانشکده میگم کلاس‌ها حضوریه. آره کل کلاس‌ها من 18 واحد دارم و کل کلاس‌ها حضوری شد. حالا یه مقدارم در مورد اون توضیح میدم که یه خورده پالیسی‌های لا اسکول با دانشکده‌های دیگه هم فرق داره. ترم اول خب من رفتم اونجا دانشجوی غیر آمریکایی نداشتم، چون مقطع جیدی مقطعیه که معمولاً دانشجوهای آمریکایی فقط براش اپلای میکنن. دانشجوی غیر آمریکایی حالا یا اطلاعاتی ندارن یا قضیه سفارته، یا ترجیح میدن مثلا فوق لیسانس بخونن و دکترا بخونن استاد دانشگاهشن. من چون واقعا میخواستم فقط وکیل شم اینجا، یعنی نمیخواستم برم فوق لیسانس بخونم و حالا کارا آکادمی کنم، اومدم جیدی. بعد جیدی جوری بود، خب من تنها دانشجوی اینترنشنال دانشگاه بودم، یعنی همه دانشگاه آمریکایی بودن و به جز من. خب یه مقدارش اولش من احساس کردم این کار برای من سخت میکنه، رایتینگی که من می‌نویسم باید با یه آمریکایی مقایسه بشه،
اسپیکینگ من با یه قطعا با یه آمریکایی همکلاسی من مقایسه میشه. خب خیلی بر من احساس کردم یه خورده اولش یه ذره ترسیدم نکنه خیلی به من سخت بگذره، نکنه مثلا فلان. ولی خب آمریکایی‌ها میدونید که خیلی آدمای ساپورتیوی هستن، یعنی تو رو ساپورت میکنن، حمایتت میکنن که اصلا احساس بدی نداشته باشی، احساس خیلی خوبی داشته باشی، از اون درس خوندن لذت ببری، هر سوالی داشته باشی به خیلی خوب جوابتون، حتی اگه کمکی بهت نکنن حداقل جواب سوالاتتو میدن. خیلی استادا از من سوال میپرسیدن، براشون جالب بود که از من میپرسیدن، از حقوق ایران میپرسیدن، از بک‌گراند من میپرسیدن. همش به من گفتم بعد از کلاسا با من حرف میزدن، براشون جالب بود. همش به من ایمیل میزدن که اگر سوالی داری، اگر چیزی داری بیا به من بگو. بعدش من گفتم که من یه خورده مثلا میترسم که این سطح مقایسه مثلا رو من تاثیر. بعد گفتم که نه این اوکیه، این فلانه. و بعدش حالا نمیخوام از خودم تعریف کنم که بگم من واقعا شاگرد اول کلاس شدم، ولی اینا مثلا به اندازه ما شاید خیلی یه سری چیزا براشون مهم نبوده. من وقتی رفتم دانشگاه حقوق واقعا میخواستم که یه رزومه خوبی داشته باشم، یه بعدش یه جاب خیلی خوبی بگیرم، همون بار اولی که میرم سر جلسه آزمون میکنم اون آزمون رو پسش کنم. و بعدش هم واقعا تونستم، یعنی ترم اول بین اون همه آمریکایی، بین اون 80 نفر 90 نفر آمریکایی، یه کسی که اینترنشنال بود، یه کسی که زبان انگلیسیش زبان مادریش نبود، تونست مثلا شاگرد اولی کلاس بده. اینو میخوام به بچه‌ها بگم که آره ما هممون یه خورده میترسیم که آمریکا خیلی سخت باشه، میترسیم کلاس‌ها رو نتونیم بریم، درس‌ها رو پاس نکنیم، از امتحان تافل میترسیم، از امتحان السات میترسیم، از سفارت میترسیم. نه، هیچ کدوم از اینا ترس نه. این کشور اونقدر بزرگه، اونقدر موقعیت داره که اگر یعنی 2 میلیون 3 میلیون دانشجو رشته حقوق هم بیان اینجا، بازم همه اینا اگر بخوان میتونن فاند بگیرن. این موقعیت واسه همه هست اینجا. فقط یه خورده میگم همه ما اولش میترسیم دیگه. درس‌ها خیلی خوب بود، یعنی خب بالاخره من باید بیشتر از بچهای دیگه تلاش میکردم، این طبیعیه. زبانش خود قدیمیه، یعنی رأیایی که میخونی بعضی از رأی‌ها مال سال 1800 مال مثلا 200 سال پیش، 180 سال پیش، یه خورده اینا زبان خیلی قدیمی داره. ولی خب تایم که بذاری، وقت که بذاری میشه، چرا که نه. درست. خب من این سری سوال بپرسم، یعنی خب شما تجربتون هم گفتیم، فکر کنم دیگه تقریبا کلیت اپلای توی رشته حقوق تقریبا در من، یعنی من خودم شاید اطلاعات کاملی نداشتم ولی الان تقریبا میدونم به چه صورت شد. فکر کنم یه اطلاعات خوبی رو دادیم. یه سری از بچه‌ها سوال کرده بودن شما برای کانادا یا استرالیا اطلاعات خاصی دارین، یا اینکه میدونین که مثلا اونجا هم مثل آمریکا هست شرایطش، یا اینکه فرق ممکنه داشته باشه اصلا نرفتین سمتش، اطلاعاتی خاصی نداشتین؟ نه من راستش نرفتم، ولی خب سیستم حقوقشون فقط میدونم کامن لا هست مثل آمریکا، ولی واقعا نمیدونم روش اپلایش چجوریه، چون هیچ موقع اپلای نکردم، فقط برای آمریکا من اپلای کردم. بسیار. و بعد میپرسن که توی رزومه چه چیزایی باشه. اینو بگم که یه عده خیلی زیادی از بچه‌ها مثلا ارشدشون رو دارن ایران و میخوان برای دوره ریسرچ، یعنی بیان پی اچ دی به ریسرچ بکنن. بعد اینو پرسیدن که تفاوتی هست بین این که مثلا ارشد تجارت بین الملل بخونیم یا چیز دیگه ای بخونیم، میدونین بین گرایش‌ها شما اطلاعاتی در این زمینه دارین؟ آره من یه خورده میخوام در مورد همین ارشد و دکترا توضیح بدم، یه خودم در مورد رزومه. ببینید اینجا رزومه‌ای که دارین برای دانشگاه اپلای می‌کنید فقط یه رزومه علمی از شما می‌خوان، رزومه کاری رو نمی‌خوان، چون شما برای شغلی اپلای نمی‌کنید. مثلا من اگر شاید 3 سال دیگه بخوام برای یه جابی اپلای کنم، اشاره کنم که توی ایران وکیل بودم، سابقه کار دارم، شاید مثلا به درد بخوره. ولی شما وقتی برای دانشگاه دارید اپلای می‌کنید دیگه مهم نیست، سابقه کارتون خیلی مهم نیست، اینکه آیا آزمون وکالت اصلا دادید یا ندادید، همین یه لیسانس داشته باشید کافیه. ولی اون چیزی که مهمه حالا یا نمره تافلتون هست و السات و بقیش. ولی یه سری ریزکاری ها توی این اپلای کردن برای دانشگاه هست که خیلی مهمه، مثل اس او پی نوشتن. ببین اس او پی شاید برای رشته های دیگه خیلی نقش حیاتی نداشته باشه، ولی اینجاست که میگم که رشته حقوق از پایه فرق داره. خود این اس او پی واقعا یکی از فاکتورهای خیلی مهمیه برای دانشکده حقوق.
واقعا اون SOP رو میخونن. یکی از دانشگاه‌ها به SOP من واقعا چیز که گیر داده بود. مثلا گفتم حالا یه SOP آدم می‌نویسه اپلای میکنه دیگه. من که تاپمو دادم، اکساتمو دادم، مثلا همه چیزم آماده است و سابمیت کنم، حالا یه SOP می‌نویسی دیگه. خیلی برام جالب بود. یه خانمی بود اونجا توی یکی از دانشگاه‌هایی که من اپلای کردم، استاد دانشگاه بود، ایرانی بود. یه 40 سالی بود که اینجا بود. من ازش پرسیدم چرا به من مثلا گیر؟ گفت آره اینجا میخونن واقعا براشون مهمه. واقعا اون کامیته، اون 5 نفری که نشستن یه SOP رو خط به خط میخونن. چون که شما نمیخواید مثلا روی پروژه کار کنید که مثل مهندسی ها که بگم مقالت مهم باشه فلان، توی SOP خلاصی از خودت رو میگی که خیلی هم براشون مهمه. پس این از رزومه و SOP. یکم در مورد علم و دکترا من بگم. خیلی هستن، حالا چرا من نتونستم کسی رو اینجا پیدا کنم دانشجو ایرانی باشه یا اینترنشنال باشه، جیدی خونده باشه؟ چون بیشتر بچه‌ها 99% برای مقطع LLM اپلای میکنن. LLM معادل مستره. LLM هم که بچه‌ها میان معمولا 1 ساله هست، البته 2 ترم یعنی 9 ماهه میشه و ویزاتون 1 ساله هست، ولی ویزایی که توی جیدی میگیرید 3 ساله هست که بچه‌ها حالا بعد از اینکه 1 سالشون تموم میشه برای که ویزاهاشون رو تمدید کنن یا میرن یه LLM دیگه میخونن یا میرن PhD میخونن که دیگه من نمی‌خواستم این کارو بکنم. LLM ببینید، من اونجوری که من خودم سرچ کردم در مورد بازار کار، اگر سوال بچه‌ها اینه که کدوم گرایش حقوق رو بخونیم بهتره برای بازار کار منظورتونه، اونجوری که من سرچ کردم اینجا برای همه گرایش‌ها جاب هست، یعنی شغل هست. اینجوری نیست که بگم که حالا یه سری رشته‌ها هستن که اصلا اینجا شغلی ندارن، بازار کارشون خیلی نه، اینجوری نیست. اون دیگه برمیگرده به علاقه خودتون و حالا چی رو خودتون دوست دارین که بخونید. بعد نکته دیگه در مورد PhD بچه‌ها از من سوال کردن که خیلی از ایران فوق لیسانس دارن میخوان بیان اینجا PhD بخونن. اول اینجوری که من سرچ کردم من فکر می‌کنم که نمیتونن این کارو کنن، به خاطر اینکه باید لازمه PhD خوندن توی آمریکا داشتن LLM، یعنی باید حتما توی آمریکا LLM رو گرفته باشی و بعدش برید PhD رو بخونید. اونجوری که من سرچ. حالا ممکنم هست بعضی از دانشگاه‌ها این شرط رو نذاشته باشن، یعنی بگن دوره ریسرچ بیس باشه، مثلا بگن اشکالی نداره شما لیسانس و فوق لیسانستون از ایران گرفتید میتونید بیاد PhD بخونید. ولی من حدود 10-20 دانشگاه رو نگاه کردم نوشته بود که حتما شما باید مدرک LLM رو داشته باشید و بعد برید PhD بخونید. درست. خب پس باید LLM رو یعنی کسایی که میخوام بیان حالا طبق سرچ هایی که شما کردین باید LLM رو اپلای بکنن، بیان اونجا LLM رو 1 ساله بگیرن و بعدم ادامه بدن و PhD رو بگیرن اگر وارد فضای آکادمیک بشن. آره، اگرم نه که بعدش حالا میگم ممکنه بتونن آزمون وکالت بدن که بازم یه خورده سخته اینا دیگه، چون تایمشون محدودتره. ویزا 1 ساله است، توی اون 1 سال میای تا با آمریکا آشنا شی، تا با کالچر آشنا شی، تا چشمت رو هم میزنی 1 سالش میگذره تا بخوای برای آزمون وکالت بخونی. یه ذره این فرصت کمه، هرچند 1 سالم OPT داره ولی خب باز یه خورده شرایط سخت‌تر میشه. بعد یه سوال دیگه هم که بچه‌ها پرسیدن این که ارسط رو توی ایران برگزار میشه؟ من 4-5 سال پیش ایران بودم سرچ کردم، نه برگزار نمیشد. بچه‌ها مثلا نوشته بودن توی قطر رو من چک کردم، مثلا ارمنستان رو مطمئنم که داره. ارمنستان رو مطمئنم چون ارمنستان رو چک کردم اون 4-5 سال پیش. حالا نمیدونم آیا واقعا شرایط عوض شده باشه یا نه، ولی میدونم که ایران نداشت. خب اگه نکته دیگه رو شما خودتون میخواین اضافه کنین بفرمایین، بعد من سوالا رو یعنی کامنت ها رو باز میکنم که بچه‌ها ببینم سوال چیزی اگر داشتن من از شما بکنم. آره من یه چند تا نکته بگم. این که حتما به نظر من هم امتحان تافلتون رو دوبار بدین هم امتحان الساتتون، یعنی کاری که من نکردم و اشتباه کردم. شما با نمره تافل و السات بالاتر دانشگاه بهتر و با فاند بیشتری هم میتونید ادمیشن بگیرید. خب من اومدم اینجا دیگه شرایط خیلی فرق می‌کرد. دیگه سریع می‌خواستم فقط تافلمو بدم، سریع می‌خواستم الساتمو بدم، سریع وارد محیط دانشگاه شدم. یعنی الساتو من فقط 1 بار امتحان دادم.
در حالی که مطمئنم و یا بار دوم امتحان میدادم خب خیلی نمرم بهتر میشه. این یه موضوع دیگه این که اصلا نترسید. ببینید اینجا هر سوالی دارین از دانشگاه‌ها بپرسید، دانشگاه‌ها خیلی خیلی خوب جوابتون رو میدن. صبح آمریکا، شب ایران ایمیلاتون رو بزنین که صبح اول وقت اینا ایمیلا رو چک کنن. حتما یه عکس بزنین رو پروفایلتون، اینا بدونن شما دخترین یا پسر، شما رو چجوری خطاب کنن. هر سوالی تو هر زمینه‌ای داشتین توی پروسه اپلای حتما ازشون بپرسید. یعنی فکر نکنید که حالا چه میدونم جواب ندن یا نه، جواب میدن. اگر جواب ندن دوباره باشون مکاتبه کنید، خیلی خوب راهنمایی میکنن. دیگه چه موضوعی رو من میخواستم بگم؟ همین دیگه، چیز خاصی فعلا به ذهنم نمیرسه. اوکی، پس من کامنت ها رو باز میکنم و باز حالا اگر نکته بود شما خودتون بفرمایید. من کامنت ها رو باز میکنم، میخونم سوالای بچه ها رو، حالا اون سوالایی که مرتبط هست رو من چیز میکنم از شما میپرسم. خب بچه اگر سوالی چیزی دارین چون بپرسین. بعد اونم که اروپا یا آمریکای شمالی رو گفتن. بازار کار حقوق، یعنی بازار کار رشته خودتون رو پرسن تو آمریکا، اینکه حقوق یعنی بعد از اینکه حالا تونستین پروانه وکالت بگیرین خوبه بازار کار یا اینکه چجوری؟ یکی از دلایل دیگه ای هم که من جیدی خوندم این بود که من برای جاب خیلی سرچ کردم قبل از اینکه تصمیم بگیرم مثلا برم رشته حقوق رو بخونم. خب این شغل ها رو بازار کار رو سرچ کردم. ببینید خیلی از شغل هایی که توی آمریکا رشته حقوق رو میخوان مدرک جیدی رو از شما میخوان. مدرک جیدی به اضافه پاس کردن آزمون وکالت. این خودش یه مقداری ممکنه شرایط رو برای بچهای LLM هم سخت کنه. من نمیگم برای بچه‌ای که LLM جاب نیست، چرا هست. توی ایالت‌های بزرگ شغلای خیلی خوبی هستن، بچه‌ها گرفتن و دارن کار میکنن. من خودم رو نخواستم محدود کنم، بازم به یه سری شغلای خاص، به یه سری ایالت‌های خاص. و اونجوری هم که من سرچ کردم تقریبا میتونم بگم بازار کار آمریکا، یعنی بازار کار توی آمریکا خوبه. بیشتر بچه‌هایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، من توی این 3 سالی که اینجا بودم حدود 30 تا 35 تا از دوستای ما فارغ التحصیل شدن از دانشگاه. حالا رشته‌هاشون حقوق نبود ولی رشته‌های دیگه بودن. اینا کمتر از 3-4 ماه شغلای خیلی خوبی گرفتن، اپلای کردن، سر کارن. من ندیدم واقعا کسی رو که از دانشگاه آمریکا فارغ التحصیل شده باشه تو آمریکا بگه من شغلی گیرم نیومد. به خصوص اگر جیدی بخونید آزمون وکالت رو چی میگن پس آره اینو به آزمون وکالت رو بگذارونید و مدرک وکالتتون رو بگیرید. هر از گاهی من شغلا رو سرچ میکنم، چرا بازار کار خوبی داره. بازار کار خوبی اینجوری نیست که شما بیکار بمونید توی کشور، نه. بانک ها استخدام میکنن، دفاتر وکالت هست، خب بازار کارش خوبه. بسیار. و برای میپرسن که برای LLM اگر بخوایم بریم دیگه آزمون LSAT نمیخواد، یعنی جزء ریکوایرمنتات نیست؟ نه، آزمون LSAT رو برای LLM و PhD نمیخوان، فقط برای مقطع جیدی. برای اگه باشه باز تاثیر مثبتی داره یا اینکه اونجوری که من مثلا خودم اوایل فکر میکردم که یه سری چیزا اگر توی رزومم باشه تاثیر بهتری ممکنه داشته باشه. مثلا اگر اشاره کنم من آزمون وکالت تو ایران دادم، وکیل بودم، میگم اینجا چون نه دنبال اون چیزایی هستن که خودشون تو سایتشون می‌نویسن، دنبال اون ریکوایرمنت ها هستن. مثلا اگر از شما تافل مثلا 105 میخواد، نمیتونی بگی من تافل 90 دارم ولی در عوض مثلا ایرانم وکیل بودم. این خیلی منطقی به نظر. یا مثلا آزمون LSAT رو بدی برای LLM، من نمیدونم، فکر نمی‌کنم خیلی تاثیر داشته باشه. و میپرسن که مینیمم معدلی که نیاز هست برای دانشگاه ها به چه صورت، یعنی مینیمم معدلی رو لحاظ میکنن؟ ببینید اینجا خب میدونید دیگه مثل همه رشته ها دانشگاه ها درسته یه سری شرایط کلیشون مثل همه، ولی باز هم هر دانشگاهی یه سری شرایط خاص خودشو داره. یه دانشگاهی به شما میگه من تافل 110 رو میخوام، یه دانشگاه به شما میگه تافل 80 میخوام. یه جا هست میگه اصلا اگر نمره LSAT شما زیر 170 اپلای نکنید، یه جا هست میگه با 150 من فول فاند به شما میدم. معدلم همینطوره. یه جا از شما GPA 2 نمیدونم 2.50 رو هم قبول میکنه،
یه جا از شما GPA زیر 3.80 رو قبول نمیکنه. یعنی باز هم بستگی به اون دانشگاه داره، کدوم ایالت، رنکینگ دانشگاه چیه. ولی معدل امتحان تافل و السات 3 تا از اساسی ترین فاکتورهای ادمیشن گرفتن. یه چند در رابطه با آزمون السات میپرسن، مثلا اینکه تو بیزینس اسکول مثلا یه سری آزمونای جیمت مثلا داره بچه‌ها میگیرن و بعد میان با دانشکده مکاتبه میکنن که جیمت تو ایران برگزار نمیشه، ما جیاری بدیم. الان بچه‌ها میپرسن که برای السات هم میشه چنین کاری کرد که به جای السات جیاری بدیم یا نه همون السات باید باشه؟ حدودا میتونم بگم که آمریکا 200 تا دانشکده حقوق داره که از این 200 تا دانشکده حقوقش یه تعداد بسیار بسیار محدودی، مثلا شاید بگم 5-6 تا از اینا توی وبسایتشون نوشتن السات نمیخوان، به جاش جیاری میخوان. هر کدوم رو شما بدید کافیه. ولی بازم من السات رو دادم که خودم رو محدود به 5 تا دانشکده نکنم. و حتی من یه چیز دیگه بگم در مورد دانشگاه، الان یادم اومد یه سری دانشگاه هستن که نوشتن اگر شما نمره الساتتون خوب باشه نمره تافل رو از شما نمیخوان. و بازم تعدادشون کمه، مثلا شاید 4 تا 3 تا اینجوری. و اینکه حالا بچه‌ها میپرسن که ما مثلا ارشد رو خوندیم، چون یه بحثی هم هست برای سفارت، حالا نمیدونم شما که این تجربه رو نداشتین، میگم که شاید مثلا حالا با توجه به اینکه با هم رشته‌ای دیگه‌تون صحبت کرده باشین اینو بدونید. بچه‌ها میگن مثلا ما تا ارشد خوندیم بعد دوباره مثلا یه پذیرش بگیریم برای جیدی و بیایم بگیم دوباره می‌خوایم بریم از اول درس رو بخونیم. این آفیسر سفارت رو چجور قانع کنیم مثلا ما دوباره داریم برمیگردیم عقب؟ آره خب این نظر سخت میکنه کار رو، چون که شما وقتی میخوای بری LLM بخونی به آفیسر میگی من لیسانسمو ایران گرفتم، میخوام برم حقوق بین‌الملل یا حقوق تجارت رو مثلا مستر تحصیلات تکمیلی توی به فرض مثال آمریکا بخونم و بعدش هم میخوام برگردم ایران من یه مؤسسه حقوقی بین‌المللی دارم مثلا. خب این میک سنس میکنه، خیلی توضیح منطقیه. یا مثلا میگید من وکیلم، بالاخره یه سری پرونده ها دارم در این راستا، یا هر چیزی، یا من نمیدونم استوری بچه‌ها چیه. خب این قبول میشه. ولی وقتی شما میگید که من میخوام برم جیدی بخونم، جیدی چیزیه که مخصوص خود بچهای آمریکاییه. یعنی من میگم من کسی رو ندیدم ایرانی رو نتونستم پیدا کنم که جیدی خونده باشه. اصلا توی دانشکده جیدی شما بچه غیر آمریکایی نمیبینید. حالا راه حلی که من به ذهنم میرسه اینه که ترانسفره. شما میتونید وقتی رسیدید توی آمریکا، اگر واقعا دوست داشتید به یه مقطع دیگه یا یه رشته دیگه ترانسفر کنید، این راه خیلی بازه برای ایرانیان. یعنی نه برای ایرانی، برای همین دانشجوها. میتونید ترانسفر کنید به جیدی، به یه دانشکده دیگه، به یه ایالت دیگه. این امکان وجود داره. یعنی دقیقا همین هم به ذهن من رسید که مثلا بیان از یه رشته دیگه مثلا توی مقطع ارشد یا PhD یه پذیرش بگیرن و با اون بیارن سفارت، برسن آمریکا و بعد که رسن آمریکا ترانسفر کنن برن یه جایی از اول جیدی رو بکنن. آره با همون LLM که توی رشته حقوق میتونن بگیرن، میتونن اپلای کنن، بعد اومدن ایران میتونن ترانسفر کنن. ترانسفر خیلی راحته تو آمریکا. خب پس اینم از این. و اینکه میپرسن یعنی دانشگاهی که درس بخونیم اونجا توی آمریکا تاثیر داره توی بازار کار آینده؟ اینکه بعدا مثلا میگن یکی از یه دانشگاه تاپ فارغ التحصیل شده باشه، یکی هم از دانشگاه پایین‌تر، تاثیر خاصی داره در بازار کار؟ آره یه وبسایتی هست، حالا من فکر میکنم نمیدونم برای همه رشته هاست یا فقط برای رشته حقوق، چون من رشته حقوق رو چک میکنم. توی اون وبسایت میزنه که هر دانشگاهی رو که شما میخواین سرچ کنید، میزنه از این دانشگاه از کسایی که فارغ التحصیل شدن، مثلا فارغ التحصیلان سال 2019 چند نفر از اینا چه شغل‌هایی رو گرفتن، کجاها دارن کار میکنن و حقوق سالیانه‌شون چقدر. چون بعد از اینکه فارغ التحصیل میشید دانشکده حقوق به شما ایمیل میزنه و ازتون میپرسه سال اولتون که هست، میپرسه فلانی داری کار میکنی یا نه، و شما باید جوابشون رو بدید که بله من کار میکنم توی فلان ایالت، جابم اینه و اینقدر حقوق سالیانه من. چون اینا میخوان آمار بگیرن و فکر میکنم کانون وکلای آمریکا این آمار رو ازشون میخواد. به خاطر همین همه دانشکده های حقوق این کارو میکنن.
توی اون وبسایت اگه برید نوشته فلان دانشگاه چند نفر فارغ التحصیل شدن، چند نفر شغل دارن و پای حقوقاشون چقدر. مثلا من دانشگاه مثلا هاروارد رو بهتون میگم چک کردم. دانشکده هاروارد خب شاید بگم که از تمام فارغ التحصیلایی که داشت 2 یا 3 نفر سر کار نبودن که اون هم من فکر میکنم دلیلش این بود که رفته بودن LLM بخونن، نه اینکه جابگیریشون نیومده بود. و میانگین حقوق سالیانه‌شون رو زده بود مثلا $180,000 برای سال اول. هاروارد دیگه. آره البته هاروارد دانشکده‌های تاپ مهندسی هاشون هم همینجوره، 190,000 تا 120,000. برای دانشکده‌های پایین‌تر رنگشون که بهتر نیست مثلا می‌بینی زده سالی $60,000، سالی $70,000، سالی $100,000. اینا دیگه بستگی به اون دانشگاه داره. بله تاثیر داره، ولی اینجوری نیست که شما اگر از این دانشگاه پایین باشی آزمون وکالت رو بدید جا بگیرتون نیاد. نه اینجوری نیست. درآمدها خوبه دیگه، درآمدها اینجا همه رشته‌ها خوبه. بعد میپرسم واسه فاند گرفتن توی مقطع جیدی باید از طریق سایت ایسک اقدام کنیم یا قبل از اونجا خودمون باید با دانشگاه مکاتبه کنیم؟ نه ایسک فقط واسه یه اپلای کردن برای دانشگاه. شما چون مثل بقیه رشته ها قرار نیست روی پروژه کار کنید، استاد پیدا کنید، فیلدش به شما بخوره، استاد فاند به شما بده از پروژه‌ای که داره، اینا توی دانشکده حقوق نیست. دانشکده حقوق فاندها رو خود دانشگاه میده و شما نیازی نیست با استاد مکاتبه کنید و وقتی اپلای میکنید به صورت خودکار به شما میگن، یعنی بعد از اینکه اپلیکیشن شما رو بررسی کردن اصلا نیازی نیست بنویسید من تقاضای فاند دارم یا نه، هیچی. خودشون به شما میگن آیا فاندی با این رزومه به شما تعلق میگیره یا نه و مبلغش چقدر. این مکاتبه با استاد و مکاتبه با رئیس دانشگاه رو ندارید. فقط وقتی که دانشگاه جواب شما رو داد، به شما گفت مثلا سالی $20,000 $30,000 به شما فاند میدیم، اون موقع میتونید مکاتبه کنید با دانشگاه، بگید نه من فاند بیشتری میخوام. که این حالا این مکاتبه ها خیلی مهمه که چی بنویسید، چجوری مکاتبه کنید. یه چیز دیگه هم میگن که ما توی ایران مثلا به چه منابعی از آزمون السد دسترسی داریم، به چیزی دسترسی داریم یا همون آزمون‌های قبلی رو میتونیم بگیریم از اینترنت؟ چجوریه؟ آره من یه سایتی بود، من خودم میگم اینا رو نمیدونستم، من اومدم اینجا کلی پول کتاب دادم، کتابا رو خریدم، زحمت کردم کلی، ولی میدونم یعنی واقعا هزینه کردن به دلار و خریدن این کتاب‌ها بر بچه‌های ایرانی خیلی سخته. هر کتابی رو شما بخواید $50-60 بدید، 10 تا کتاب بخرید $500 بخواید بدید، این مبلغ خیلی زیاده. گشتم من یه وبسایت بعد از اینکه آزمونمو دادم، البته گشتم نه قبلش، یعنی باید قبلش این کار کنم، یه وبسایتی رو من پیدا کردم این سوالا رو به صورت رایگان گذاشته و میتونید، یه وبسایتی هست که نمیدونم آمریکایی هم نیست مطمئنم، ولی این سوالا رو رایگان گذاشته بود میتونستن میگن که طوری نیست اگه بگیم وبسایت توی بچه هم کمک بشه. آره من اینو توی نوشته بودم یه جا، حالا اگه خواستی توی یکی از کامنت، چون اول اسم دقیقه وبسایت رو نمیدونم ولی میتونم زیر کامنت بذارم. پس بچه‌ها براتون هم کامنت هم میذارن و خیالتون راحت باشه دیگه. فکر کنم سوال ممکن میگه وقتی ترم یعنی بچه‌ها میپرسن که اگر همین مشکل رو ما داشتیم و ترم اول رو مجبور شدیم دیفر کنیم برای این قضیه کرونا، فاندی که داشته باشیم توی دانشکده حقوق میمونه؟ آره میمونه. من ترم پیش با دانشکده حقوق صحبت کردم، گفتم این فاندی که به من دادین کمه، من فاندی رو میخوام که مثلا کل شهریه منو پوشش بده. گفتم خب برو دوباره آزمون السد رو بده، یه ترم هم دیفر کن. من پذیرشم برای پذیرش اسپرینگ بود، برای پذیرش بهار. بعد گفتم نه دیگه من نمیخوام یه ترم خونه بمونم حالا برای $4,500، اینو من وام دانشجویی گرفتم و پرداختش کردم. ولی آره حتی خود دانشگاه‌ها به شما میگن که پیشنهاد میدن، میگن برو تافلت رو ریتیک کن، برو السدت رو ریتیک، حتما این ایمیل رو به دانشگاه به شما میزنن، میگن دیفر کن یه ترم، نمرت رو بالاتر ببر، فاند بیشتری بهت بدیم. قبول میکنن. بسیار همالی. اگر دیگه چیز دیگه ای رو میخواین اضافه کنین به
صحبتاتون بفرمایید، چون فکر کنم 5 دقیقه دیگه هم آره من یه سری رو بگم. یکی از بچه از من پرسیده بود میشه ترم اسپرینگ اپلای کرد. آره یه سری دانشگاه ها هستن، فکر میکنم 18-19 تا دانشگاه بود که ترم اسپرینگ داشت، یعنی هم ترم بهار رو اینا میتونن اپلای کنن، هم ترم پاییز. من ترم پاییز برای دانشگاه حقوق بیشتر، نمیدونم شاید برای دانشگاه دیگه هم اینجوری باشه. ترم پاییز هم یه 18-19 تا دانشگاه بود که میشد اپلای کرد. و دیگه من سوالی که بچه‌ها از من پرسیدن همین. آها یکی دیگه این که بچه‌ها، من بعضی از بچه‌ها به من زنگ میزنن واقعا چقدر اینا رزومه‌های خوبی دارن، جی پی های بالایی دارن، اکسل که نه، تافلشون خیلی خوب بوده، زبان خیلی قوی دارن. یعنی نترسید از این دانشگاه. و این کسی که توی دانشگاه نشسته استاد شما نیست، دوست شماست، اصلا به چشم همکار شما نگاه میکنه. میگه تو الان دانشجوی 2 سال دیگه وکیل میشی، مثل من میشی، همکار منی. رئیس دانشگاه خیلی خوبه، یعنی استادا خیلی مهربونن. حتما مصاحبه، یعنی مکاتبه کنیم باهاشون، حتما اپلای کنیم برای این دانشگاه. یعنی مشکل فاندم نخواهید داشت. نه بسیار خیلی خیلی ممنونم واقعا. فکر کنم یه سری اطلاعات خیلی خوب برای هم رشته خودتون تو ایران که خیلی سردرگم بودن به اشتراک گذاشتین. امیدوارم که بچه‌ها بتونن خوب استفاده کنن و واقعا من که رشتم حقوق نبود الان دیگه تقریبا پروسه رشته اپلای کنید. آره من میتونم دیگه اپلای کنم و برق و ول کنم بیام و برم و حقوق ادامه بدم. و خیلی خیلی خوشحال شدم. من از طرف بچه‌ها ازتون واقعا تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتین در اختیار ما. و اینکه بازم اگه نکته آخری رو میخواین بفرمایید، اگر نه که دیگه ما رفع زحمت کنیم. نه خواهش میکنم، مرسی از شما. خواهش میکنم. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. لطف کردید. خداحافظ شما. خب بچه‌ها قطع میکنم و سیو میکنم برای بعداً